آیا آزادی ژورنالیست، مستقلیت ژورنالیست بیشتر به کی در کار است؟ به جامعه یا به ژورنالیستان؟ مطبوعات حکومتی همین گونه است که با تیراژ و تعدادی بسیار کلان نشر می شود. می‌بینیم که بعضیش تا حدود 100,000 نسخه عددی نشر دارد، ولی مثلا آیا واقعا اونها به همون آدرس یا سراغ مشخص میرسن و اونها خوانده میشوند؟ کسی همین گونه اعلام کند که مردم من آمادم به شما خدمت کنم، فقط رکلام جانا میکنم، خب یگان گروه سیاسی و مالی را همراه نمیکنم، مؤسس ندارم، مؤسس من شما باشید. مردم میرن از قفای همین گونه. مردم از شبکه‌های اجتماعی، از اینترنت یک روز دلبزن میشوند، چون منبع‌های گوناگونند، منبع‌های زیادی نامعلوم هستند. ژورنالیست که ما گویا که فقط در غم همین روزی خودش است. چیکار کنم که همین روز پول یابم که کارمندم درود با شما دوستانی عزیز. پادکاستی مدیا ناو که موسم دوم است از اکادمی تری مدویدیا تقدیم شما می‌گردد. پادکست در دایره لوحه IWPR تهیه شده است. هدف لوحه بلند برداشتن ظرفیت نسل نو تحلیلگران و روزنامه‌نگاران است که تحلیلی با صفت و دسترس را به نیازهای دولتی و جامعه آسیای مرکزی پیشنهاد می‌کنند. دوستان، مهمانی پادکاستی مدیا ناو روزنامه‌نگاری شناخته رجب میرزا امروز هستند. سلام علیکم آقای رجب. درود بر شما. امروز باوری داشتم با وسایل اخباری عامه برای شما چی اهمیت دارد عموما؟ خب البته ماهیت معلوم است. اگر خیلی همین مفهومی اعتماد یا باوری یک چیزی مهم نمی بود، امروز همین سوال پیدا نمیشد. مادامی که پیدا شده است، این یک چیزی خیلی مهم است. یعنی مسئله اکتوالی روز است که آیا تا کجا مردم با ما و شما، به حرف ما و شما باور میکنند یا نمیکنند. اما باور چیست؟ اعتماد چیست؟ این مسئله من فکر میکنم که خیلی جدی است و متاسفانه در ما در همین شکل که باید آن آموخته و بررسی شود نشده است. یعنی گاه ما میبینیم از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق مثلا بعضی رسانه‌ها که مثلا رو میبردارن در شکل یک پرسش که شما باور میکنید یا نمیکنید. تمام. اما به طوری مثلا فوندامنتالی در شکل علمی هنوز بررسی نشده است. حالا که بررسی نشده است؟ نه، من به هر صورت من چنین حالتی رو نخوردم. با فکر شما از روی کدام معیارها عموما باوری کردن لازم است به وسایل اخباری عموما؟ پیش از همه از روی اون که ما چی میخوایم. ما چی میخوایم از یک واسطه اخباری عموما، از یک رسانه، از یک ژورنالیست. ما چی میخوایم و اگر به همین سوال خودمون ما پیدا کنیم، البته گفتن ممکن است که ما تا اندازه به مفهوم اعتماد هم سرفهم رفتیم. برای همین مثلا من چند سال اخیر یک سوال رو مثلا با جامعه پیشنهاد میکنم و متاسفانه جوابی عمیق دقیق تا هنوز پیدا نکردم که آیا آزادی ژورنالیست، مستقلیت ژورنالیست بیشتر به کی در کار است؟ به جامعه یا به ژورنالیستان؟ متاسفانه این رو ما دوخوره میبینیم یا به هر صورت یک جوابی مشخص پیدا نشده است. ما میبینیم که مردم ناراضگی میکنن، خب میگوین که ما باور نمیکنیم یا نمیخونن، تماشا نمیکنن برنامه‌های ما و شما را. ولی برای چی؟ خب اگر باور نمیکنن پس آنها مستقل نیستن. اگر مستقل نیستن در زمینه چی مستقل نیستن؟ این سوال هستن که فقط ما و شما نه، یعنی همکسبای ما و شما نه، اهل جامعه و همه مرکزهای قبول قرار باید در این باره فکر کنن. به هر صورت افکاری جمعیتی که طریق واسطه اخباری عمومی گفته می شود، این یک چیزی ساده نیست. این در نظر اول می تواند که خب مردم باور نمی کنند با چی یا باور می کنند
باور میکنن با کی؟ مثلا ما میبینیم که با گروه های افراطی هم مردم باور میکنن بعضی وقت و این چیزو از همون سرچشمه میگیرد که خیلی مسئله در شکلی جمع در شکلی علمی بررسی نشده است از جانب یگان نهاد. فکرش خودی شما چیه؟ من فکر میکنم در جمع گفته ایستاده. بله. شخصا فکری شما؟ من فکر میکنم که از بسیار مسئله وابسته است. مسئله باوری از بسیار مسئله، از خود حیات واقعی، از حیات جمعیتی، حتی از حالت روانی و اقتصادی و مالیوی مردم وابستگی دارد که آنها یعنی در یک حالتی مثلا رو افتادگی یا بین ما ژورنالیست‌ها یک گپ هست، یک تعبیر است همین گونه که مثلا این یا منصبدار با ما مثلا در وقتی منصب بودنش ما رو چندان به قول پیسند نمی‌کرد، اما وقتی که از منصب رفت یا با مشکل گرفتار شد بعداً به ما رو می‌آورد، یعنی حالتی همان روزه. پس گفتن ممکن است که اعتقاد این یک احساس است، احساسی است که اون میتواند زودگذر باشد یا میتواند به طوری سیستماوی دائمی دوام کند. انا همین پروسس یا همین روند باید که اینستیتوت یک نهادهای مخصوص باید آموزند و خلاصه بندی کنند که برای چی همین حالت رخ داده است، برای چی فقط به ژورنالیستان باور نمیکنند یا به حرفی مثلا اونهایی که از طریق وسیله اخباری عامه سخن یا صحبت میکنند با اونها هم باور نمیکنند. یعنی که شما گفتنی هستید که باوری و وسایل اخباری عامه با فکر شما این احساسات است؟ عموما باوری این احساسات است، یک لحظه است، یک حالت. همین رو گفتن، یعنی یک لحظه است. فرض کردیم اگر که به مثال بیاریم مثال دوست، ما دوستی میکنیم مثلا با دوست، ما میدونیم که دوستی ما یک احساساتی امروزه داریم و پگاه نیست که ابدی است، حالت های میشه در اون حالت چی؟ برای همین میگن که و انامون باوری یا اعتمادن بله از چندین الیمنت ها یا جزئیات عبارت هستن. مثلا تا کجا این سابقه دارد، سابقه چقدر دارد، سابقه دوستی ما شما اگر درباره دوستی صحبت میکنیم و عموما من فکر میکنم که در واکنش با واسطه اخباری عامه ژورنالیست نباید از روی معیاری دوست یا دشمن مناسبت کرد. خب معیار باید دیگرگونه باشد. این تا کجا با اعتماد است، یک منبعی هست که من با او باور کرده میتونم در دلخواه حالت یا برعکس من میتونم که هم تو آن را یک نظر کنم برای خودم، برای معلومات خودم و از بهرش گذارم. امروز فضا همین گونه است، شما میخواید یا نمیخواید از منبع شما، از منبع من، از منبع دیگران مردم یک معلومات رو پیدا میکنن، اما گپ در سری انمون اعتماد میره که با کجا تا کجا باور میکنن مردم. اگر میکنن این تا کجا طولانی است، تا کجا مثلا سابقه دارد. و متاسفانه ما آن همین گونه رسانه هایی که عمری طولانی دارن، سابقه طولانی دارن ما نمیبینیم، مخصوصا از بخش ژورنالیستیک مستقل. خب یا اگر مثلا ژورنالیست که مستقل ما اونهایی که سابقه نسبتاً طولانی دارن ببینیم با کدام مشکلی ها رو برو هستند. خب یک سوال دیگر می‌ذارم با همین این موضوع رو انجام می‌رسونیم. ما عموما داروی اون هستیم و ببینیم که پورا از دست داده ایم باوری رو. بله فکر رو کردش. من به این سوال جواب مشخص دادن نمیتوانم، با اون خاطر که باوری همین گونه چیز است. گفتیم که احساس یا وای هست یا نیست. خب اگر ما یک خیلی نگاه کنیم گویا که مثلا مطبوعات حکومتی یا رسانه‌های تلویزیونی، شبکه‌های تلویزیونی حکومتی، مطبوعات حکومتی همین گونه است که با تیراژ و تعدادی بسیار کلان نشر می‌شود. ما می‌بینیم که بعضیش تا حدود 100,000 نسخه عددی نشر دارد، ولی
مثلا آیا واقعا اونها به همون آدرس یا سراغ مشخص میرسن و اونها خوانده میشن؟ از یک جهت گویا که مردم با اونها باور میکنن، اگر باور نمیکنن با اونها آبونا نمیشون. از جانب دیگر میبینیم مثلا مطبوعات مستقله که همگی 1000-2000 دانه نشر میشه ولی مردم با اونها را میخرن. برای همین گفتن ممکن است که نمیشه گفت که کاملا باوری از بین رفته است و رفتن نمیتواند. اگر که احساس است اون در یک حالتی مشخص پیدا میشه. ببینید مطبوعات نوی ما چگونه پیدا شد. مطبوعات ما میخوایم یا نه، مثلا مطبوعات دوره نوی تاجیکستان با اکبری ستار ما باید نسبت بدیم که مردم دوباره برای خواندن و روزنامه‌خوانی وادار کرده توانست. این در زمانی بود که همین گونه حالت بود، حالتی ناباوری با مطبوعات در سالهای 92-93 بعد از جنگ که همین گونه یک محیط با وجود آورده بودن که گویا محض ژورنالیستان و مطبوعات باعث جنگ شده بود و با اینها باور کردن ممکن نیست. و اکبری ستار سالی 94 با شدن مثلا همین گازیته دایجست پرس بار دیگر اثبات کرد که با تیراژ کلان گازیته کردن ممکن است، هنوز خریدار دارد. یعنی انا همین باوری را به چی شکل ما میتوانیم صاحب شویم این مسئله دیگر است، کاملا دیگر است. آیا مطبوعات یا رسانه‌های فعال ما همین کار کرده میتوانند یا نه، یا این را مطبوعات نو یا مطبوعات شکل نو، مطبوعات رسانه‌های کلاسیکی یا سنتی یا رسانه‌های شکل نو یا عموما رسانه نو کرده میتوانند. این مسئله است که باز هم باید خیلی خوب آموخته شود. برای نگهداری باوری و بازگرداندن آن نسبت ژورنالیستیکای تاجیک چی باید کرد؟ اگر که گوییم در اون حالتی که شما فهمیدم که این لحظه گفته باوری کردن گفتن نمیتونیم که هست یا اینکه نه، این احساسات است، لیکن اگر در حالتی اگر گم کرده باشه باوری چی باید کرد؟ باید چیکار کرد که اونا برگردن؟ ژورنالیستیکای تاجیک، باوری با ژورنالیستیکای تاجیک. من حالا که قسمان گفتم که شاید مثلا با پیدا شدن نام‌های نو در ژورنالیستیکا یا مثلا رسانه‌های نو این کار کردن ممکن است، یا مثلا خود جامعه مثلا معلوم کنه که از ژورنالیستیکا واقعا چی میخواهد. اونو همچون یک منبع خبر با اون تکیه میکنه یا یک منبری که در اون درد دیل میکند یا نگفته‌های خود را به کجای میرساند. خب این چیزا رو باید مشخص کرد و مثلا ببینیم ما این پروبلم فقط کشورهای پس شوروی هم نیست. مثلا مطبوعات غرب، ژورنالیستیکای غرب هم یک زمان صرف ژورنالیستیکای اطلاعاتی شده بود اگر توجه کرده بودید، اما امروز ما میبینیم که در آن هم علاقه سمت‌های دیگر پیش میرن و علاقه متاسفانه همین چند سال اخیر ما میبینیم باز هم که ژورنالیسم یک نوع آهنگ تبلیغاتی و پروپاگاندا و فقط در تاجیکستان نه، فقط در کشورهای پس شوروی نه، در تمام دنیا ما همین حالت میبینیم. این از چه وابستگی دارد؟ از وابستگی آنها یا نامستقل بودن اقتصاد، از جهت اقتصادی نامستقل بودن آنها، یا از خواننده کمتر وابستگی پیدا کردنشان. این مسئله هستند که مثلا خیلی بررسی جدی را میخواد. آیا اودیتوریای خواننده اصیل برای انعکاس واقعی وسایل اخباری عامه آماده هست که حقیقت را خریداری نماید، همزمان یعنی برای نگهداری فضای سالم روزنامه‌نگاری سمگزار باشد؟ متاسفانه در ما ژورنالیستیک جمعیتی شکل نگرفت. هیچ جا ژورنالیستیک جمعیتی چی معنی دارد؟ خب یک زمان در تاجیکستان فقط از تلویزیون پایتخت به صفت تلویزیون جمعیتی نمی‌بردن، هرچند که آن نهادی زیرتابع حکومت شهر دوشنبه بود. ژورنالیستیک جمعیتی معناش همین است که فقط از خواننده خود وابستگی دارد. مثلا ما در اروپا، در غرب میرویم و میبینیم که رادیوها، تلویزیونها، حتی گازیته‌ها
اعلام میکنن و از مثل همین کانال های کبیری که ما داریم امروز یگان پیدا میشود از اونها یعنی آبونا پولی میگیرد و این معنی اون دارد که مثلا ژورنالیست که جمعیتی هیچگاه رکلام چاپ نمیکند تبلیغات ندارد نه یگان گروه سیاسی نه گروه مالی هیچ کسی رو یعنی ما فقط برای مخاطبان خود اودیتوری خود فقط کار میکنیم از آنها واسطگی داریم برای آنها مطلب تهیه میکنیم همین گونه ژورنالیست که ما متاسفانه نداریم در شکلی دیگر بود مثلا مطبوعات مستقل که آبونا تقریبا نداشت تا سالهای نزدیک از طریق بازار اون رو یا میخرید یا نمیخرید و امروز همین بازار هم مرد این بازار واقعا اینا در شکل کمپیر بازار در وقتش رحمتی اکبری ستار کرده بود که میرفتن در همون یک جا جمع میشدن کمپیرا که شما در گیجرکه یا شرق آزاد اینجا میدیدید بله جمع میشدن میگرفتن و بردن میفروختن و پولشون میآوردن امروز همین بازار هم کساد شده است یعنی انا همین این رو در یک شکلی مثلا اگر ما ژورنالیست که شهروندی قبول میکردیم همین بود یعنی جامعه به هر صورت آمادگی دارد ولی ببینید امروز از رسانه‌های فعال کسی همین گونه اعلام کند که مردم من آمادم با شما خدمت کنم فقط رکلام جانا میکنم خب یگان گروه سیاسی و مالی را همراه نمیکنم مؤسس ندارم مؤسس من شما باشید مردم میرن از قفای همین گونه آبونه میشوند یا نمیشوند حتما میشوند شما باور میکنید حتما میشوند امروز در حقیقت یک دوره با وجود آمده است که گویا کاری ما و شما تقریبا بی پول است مثلا ما کاری که در اینترنت میکنیم یک زمانی که نو اینترنت پیدا شده بود از یا پلوس خبرهای خود را پولاکی میکرد برای اونهایی که پادپیس که آبونه دارن بی پول میرفت برای دیگران محکم بود سرلوحه خبر هست بعد نیست بعد دید که بازار از دست میدهد کشاده ماند و تا امروز میرود و امروز ببینید کن اودیتور همونو میخواند بی پول میخواند فقط باید برای اینترنتش پول میده برای ما و شما پول نمیده اما ما و شما رو حقارت میکند ما و شما گناهکار هستیم ما گویا از اونها هیچ وابستگی نداریم ولی وابسته ایم این یک مسئله خیلی سربسته است و همین گونه یک محیط ارکه با وجود آمده است من فکر میکنم این حتما میگذارد این محیط حتما میگذارد یعنی ارکگی خوانندگان ارکگی جامعه است این ارکگی جامعه است ارکگی از چی پیدا شده است از اون پیدا شده است که سمت معلوم نکرده است سمت معلوم ما گفتیم که اونها نمیدونن که از همین رسانه بعضی اونها واقعا هم در فیسبوک شدگی درک نمیکنن که این خبر از کدام سرچشمه است از پلوس است از آزادی است از خاور است برای او فرق ندارد و عموما به این توجه هم نمیکنند مهمش گویا که خبر رو پیدا کردن خوندن بله یعنی که امروز ما با منبع اساسی اهمیت نمیدیم تقریبا نمیکنن ولی ژورنالیستان الواحده ما داریم که به اونها حتما توجه میکنند مثلا بهروز اگر یک خبر اومد حتما یک دایره معین آدم با اون توجه میکنن و میبینن و ما این واکنش یا ریاکسیون رو در کجا میبینیم در شبکه اجتماعی که در شکل اینتراکتیو موقع یا احساسی مردم بدر میکنن و برای همین مثلا اینتراکتیویسم یک جزئی مهمترین ژورنالیست شده است ولی این بی پول است عموما از لایه تجارتی شکل دیگر گرفته میتونه عموما همه گونه امکان پذیر است همه چیز من پیشتر درباره آن صحبت کردم که شاید برای به دست آوردن باوری یا اعتماد مردم شاید که در ما رسانه های نو پیدا شوند مثلا سطحی
باوری یا اعتمادی که مردم به رسانه‌های فعال دارن شاید کمتر شده است. و برای چی کمتر شده است؟ برای آنکه در نهاد مردم، در ذهنیت مردم این چیزا جا کردن که هر کسی در تویستان مستقل بود یا در تویستان حلقه نیست، به خارج کشور رفته است یا در محبس است. خب و آنهایی که در داخل هستن حتما از کسی جانبداری میکنن یا از موقع حکومت. برای همین اونها هستن و انا همین فرمولا، همین قالب البته شکلی ناگفته و ناخوانده ناباوری را به وجود آورد. برای همین در این حالت من فکر میکنم که پیدایش رسانه‌های نو شاید کمک کنن و اما برای پیدایش رسانه‌های نو البته فضای ضرور است که مثلا اونو برداشت کرده تواند. برای فعال بودن، مستقل بودن یک ژورنالیستی که مستقل، پیش از همه من دوی میگم این گپا، حکومت قوی ضرور است. حکومت قوی با اینستیتوت‌های قویش در کار است. برای همین مثلا گزارش از یک لایحه به لایحه دیگر، از تجارتی به جمعیتی امکان پذیر هست. مثلا آزیا پلوس، خب بعضیا مثلا فکر میکنن که یک لایحه تجارتی است. بعضی دیگر مثلا فکر میکنن که نه، به هر صورت یگانه ژورنالیست که به صفت ما در همین نهاد است. یا پیشتر مثلا سر صدای بود که عموما مطبوعات حکومتی و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی حکومت رو باید شکل مالکیتش رو تغییر داد، یعنی آنها رو به جمعیتی تبدیل داد. همین گونه مثلا روزنامه جمهوریت، تلویزیون تاجیکستان، شبکه تاجیکستان، رادیو و چیزهای دیگری که حکومت کرده است، مثل همه حکومت‌های دیگر که در آنها، اکثری حکومت‌هایی که دولت‌هایی که در آنها مطبوعات یا رسانه‌های حکومتی نیستند. اما بعد چی میشد؟ بعد چی میشود؟ این مسائل دیگر است. یعنی همین گزارش میتواند باشد اگر خواسته های مؤسس، خواسته های مثلا مردم، خواسته های ژورنالیست و قالب یا فرمت مناسبتی آنها تغییر یابد. یعنی که اگر که زیادتر تبلیغ باشد با اون اونقدر باوری زیادتر است، با اون منبع گفتنی است. این نظری دخیله است. مثلا مردم همین گونه قبول کرده میتونن که رسانه برای آن تبلیغ یا رکلام را جا میکند که میخواد مستقل باشد. خب این گونه فهمیش میتونن جا داشته باشد. یا برعکس مثلا فکر میکنند که مقصد اینا تنها پول کار کردن است، دیگر هر کاری که میکند دوم درجه است، مقصد پول کار کردن است. این چیزها را مثلا بسیار خوب آموختن در کار و همه چیز باید که یک قالب یا یک دورنمای داشته باشد. خیلی از سیاست ردکسیونی این یا رسانه سخت وابستگی دارد که او چی میخواهد، در کدام قالب، در کدام شکل کار میکند، کدام استانداردها را معیار میکند. این چیزای مهمه. اگر جان حالا بسیاری تنقیدро با بخطری اطلاعاتی آمیخته میکنند. یعنی اگر تو کار و فعالیت مقامات دولتی رو تنقید کنی، تو در واقع باعث به ویران کردن فضای اطلاعاتی با سیاستی حکومت میشوی. فکر و عقیده شما من در این مسئله نو نیست. این مسئله نو نیست و فکر میکنم چند سال دیگه هم دوام میکند. چند سال دیگه هم دوام میکند چون فهمیش رو دیگر میشون. اخیراً حکومت هم مثلا ما میبینیم که پرزیدنت رحمان هم در چند برآمدش میگفت که مثلا مطبوعات باید با حکومتی و غیر حکومتی جدا نکرد و چندین بار از ژورنالیست که حکومتی مثلا طلب نمود که شما حتما تنقید کنید. یک نقطه بسیار جالب بود از خانم پرزیدنت اینکه شما حتی مرا تنقید کنید اما خیانت نکنید. خب این چیزی که بسیار اکتوالی است در همین شب و روز. خب و در زمینه همین گفته میتوانم که مثلا ژورنالیستی که پیش از همه باید با آرمان ها، ایده های کسبیش خیانت نکنه. اگر ژورنالیست که با همین طلبات، پرینسیپ های کسبیش خیانت کرد، او آماده است به همه خیانت کنه.
ба давлат, ба одами алоҳида, ба гурӯҳҳо, ба аудитория, ба ҳама. яъне анамин меъёри бисёр муҳим аст, ман фикр мекунам. нашрияҳои хусусӣ назди ҷомеа кадом нақшаҳоро бояд имрӯз анҷом диҳанд? ман рости гап дар ин бора суҳбат карданам шояд як қадар душвор мешавад, чун ҳамкасбони мо фикр мекунанд ки ман ба онҳо масалан маслиҳат медиҳам ё машварат медиҳам, вале дар асл ман фикр мекунам ки тафаккури интиқодиро бояд ҷо кунам. Тафаккури интиқодиро дар худи зеҳнияти худи журналистон. мутаассифона ҳамин гунаҳо яковлатиро мо ба вуҷуд овардаем ки гӯё ҳиҷ журналист, ҳиҷ нашрия, ҳиҷ телевизионро танқид кардан мумкин нест. ан ҳамин фаҳмиш бояд иваз шавад. ан ҳамин фаҳмиш дар ман хуб дар хотир дорам як замон масалан ман барои чи имрӯз аз Азия плюс зиёдтар мисол мерам, ба он хотир ки ман ҳамкориҳое доштам қаблан, муҳита медонам ва ҳам мебинам ки барои ивазшавии муҳит як талошҳое мекунад. масалан охири ҳар сол ё аввали ҳар сол, соли нав Азия плюс ё Умед Бобохонов ҷамъ мекард гурӯҳи гуногуни қишрҳои гуногуни мардума, намояндаҳои қишрҳои гуногуни мардума ва аз онҳо мехост ки расонаҳои ӯро танқид кунанд. аз як марди тоҷир, як намедонам философ, як муаллим, як одами бозор, гурӯҳҳои гуногуни одам ва дар назар дошт бо ана ҳамин сиёсати редаксионии худашро роҳандозӣ мекард. ана ҳамин ин чиза дертар Самиддин Дӯстовам якчанд маротиба дар Нигоҳ ва Тоҷниус амалӣ карда буд. мутаассифона мо дар дигарҳо намебинем. яъне шеваи кор бо аудитория, чӣ гуна масалан аз онҳо маълумоти тоза, самти тоза гирифтан, ина мо намебинем мутаассифона. ва аз ҳамин нуқтаи назар баръакс масалан ҳар касе ки дар бораи масалан агар аз ин ё он расона ё нашрия интиқод мекунад, дар назари онҳо ҳамин гуна метавонад ки ин душмани ман аст. ҳамин тафаккуро ман фикр мекунам ки аллакай бояд худи онҳо пеш аз ма тағйир бидиҳад. дур аз ин бошем. бале, ин вазифаи аввалин дараҷаи ман фикр мекунам ки муассисон ва сармайёрони нашрияҳои ҳукуматӣ аст. акай Раҷаб, бармегардам ба мавзӯи чанде ки бо шумо суҳбат мекардем дар мавриди оне ки коста гаштани умуман бозори медиаи мо гӯя мешавад, бозори иттилоотии мо. ва шумо гуфтед ки аз нав барқарор яке таъсисии медиаи нав ба мулозим аст. ин яке аз шаклҳои пешниҳодии ман аст барои ба даст овардани эътимод ё боварӣ. вале то куҷо масалан ин бозор яъне ки медиае ки бетаблиғ аст, бале таъсис додан дар он фикр аст? на ман гуфтам, инам фақат ба хотири масалан журналистикаи ҷамъиятӣ гуфтам ки ҳамин гуна масалан имконият мо дорем барои пайдо шудани журналистикаи ҷамъиятӣ. вале масалан то куҷо бозоргир будан, дар бозор имкони фурӯши ё ҷой ёфтани худи расонаи нав аз ҷумла нашрияи нав, ман фикр мекунам ки омӯхта нашудааст. вале мардум як чиз маро умедвор мекунад, ин аст ки ман бовар дорам ки мардум аз шабакаҳои иҷтимоӣ, аз интернет як рӯз дилбазан мешаванд, чун манбаъҳои гуногунанд, манбаъҳои зиёди номаълум ҳастанд. дар мо мутаассифона саводи расонаи мардум чандон баланд нест ва ростро аз дурӯғ фарқ карданам шон ҳам то андозае мушкил аст. ана ҳамин чиз, яъне ки дилбазан шудани интернету шабакаҳои иҷтимоӣ як рӯз маро бовар мекунад ки ҳатман мардумро ба журналистикаи басифат, ки онро дар забони русӣ качественная журналистика мегӯянд, ҳатман бармегардонад ва ин фикр мекунам ки хонанда ё аудитория ё мухотобони худро хоҳад дошт ва пайдо мекунад. ва он ҳам бигзор дар аномон шакле ки мо қаблан суҳбат доштем, дар шакли ҷамъиятӣ бошад, яъне аз касе вобастагӣ надорад, ҳатто бигзор таблиғ надорад,
خب گرایش‌های جمعیتی و چیزهای دیگر ندارد و از خواننده خودش وابستگی داشت. اما برای پیدایش همین گونه رسانه پیش از همه باوری در کار است. باوری از کی؟ از حکومت، از نهادهای حکومت که باور کند که این تنها خدمت همین مردم میکند و همچنین خواننده، باوری خواننده را به دست باید بیارد که خواننده باور کند که این تنها به من خدمت میکند. در همین حالت من فکر میکنم که ما به همین روزها برمیگردیم، یعنی به همین روزهای برمیگردیم که مردم از نو دوباره روزنامه خوان میشوند. اگر در این شکل نه، در شکل مثلا سنتی یا کلاسیکی نه، در شکل دیگر، در شکل نوی که مثلا مایلان ها یا ترند های نوی ژورنالیست که اونها را پیش روی ما آورده است. باز برمیگردیم که همون گفته‌های شما در خواننده باید حس کند. بله، این احساس است. بله، این احساس با درک کردن در کار میشه در ذهنیت خواننده که واقعا در اینجا من حتی همین گونه کلمه ها را کوشش میکنم کمتر استفاده کنم. من خدمت مردم میکنم. این کلمه های یک نمیدونم زیبایی که هر کس میتواند اونها استفاده کنه. ما یک موقع یا یک پرینسیپ باید داشته باشیم، همین است که من صمیمانه پای کار خودم هستم. صمیمانه و صادقانه رسالت یا مسئولیت اجتماعی خودم را اجرا میکنم. انا همین چیز اگر خواننده درک کرد، این اسم میشود هم خدمت به همون مردم، هم به دولت و نمیدونم به هر کسی دیگر. با نظر شما امروز چه تغییراتی اصلی در میان ادیتوریا یعنی خواننده اصلی اطلاعاتی به میان آمده است؟ همون نامشخصی، نامعینی که چی میخواهد واقعا از رسانه ها، از ژورنالیستان چی میخواهد. این یک. دوم درباره ارکگی اونها که ما گفتیم، این مخصوصیت زمان ما است و از این چیز نباید مثلا زیغ شد یا اینا بد قبول کرد. اینا همچون واقعیت باید قبول کرد که همین گونه حالت است و همین واقعیت رو چگونه ما در کار عملی خود میتوانیم استفاده کنیم، ولی به هیچ وجه نباید کوشش کنیم که سوء استفاده کنیم. به هیچ وجه. اگر کمترین احساس خواننده کرد که از باوری آنها ما سوء استفاده میکنیم، این الکی حساب کنید که همه چیز را از دست دادیم. و در مسائل باوری یک چیز دیگر است. من فکر میکنم که تلاش ها وقتی که ما درباره باوری صحبت میکنیم که اون تا کجا میتواند برگردد یا تمام با همین تمام شده است، من میدونید چیه؟ من فکر میکنم که ما تلاش ها را کمتر میبینیم. تلاش ها را برای به دست آوردن اعتماد کمتر میبینیم، یک. و دویم تلاش ها را برای با وجود آوردن ژورنالیستی که با صفت کمتر میبینیم. خب ژورنالیست که ما گویا که فقط در غم همین روزی خودش است. چیکار کنم که همین روز پولی بام که کارمندم هستم، اما استراتژی دورنمان ندارن که در آینده چی میشود. این مسئله هستن که من فکر میکنم که باید خیلی جدی و زود سری آنها برگردیم. مثلا خودی ژورنالیستی که در جهان امروز زیر یک نامفهومی مانده است که عاقبتش چی میشود، کجا پیامد این چی است، همچون کسب باقی میموند یا نه. ولی در ما مثلا بعضی کارشناسان با شوخی میگفتن که ما از دنیای دیگر تا یکون 30-40 سال کمتریم، یعنی امکانیت داریم که 30-40 سال دیگر بخونیم. ولی این یک شوخی است و متاسفانه ما واقعیت های خودمون یا جدی نمیگیریم یا جدی بررسی کردن نمیخوایم. این چیزی بسیار بد است و همین طور یعنی خواننده یا مخاطبان خودمون امیدوارم کردن نمیتونن که ما کجا رفته ایستادیم. ما میخواهیم یا نمیخواهیم ژورنالیست که همین گونه خواسته و نخواسته همین فونکسیا یا میسیا رسالت دارد، امیدوار کردن مردم. این البته به خاطر وظیفه ها یا مسئولیت اجتماعیش داخل نمیشد، ولی همین گونه رسالتی به خودش گرفته است. همین کار ما باید فکر میکنم که کنیم. در کدام شکل میکنیم این مسائل دیگه است. اکر جان،
همراهی کسبی تا به کجا میتواند با اعتماد خواننده تاثیر گذارد؟ اینم واقعا هم یک مسئله خیلی مهم دیگری ما هست. ما ولی باید از واقعیت های خودمان باز هم باید صرف نظر نکنیم. خب کدام مسئله های بودن که ژورنالیستان باید واقعا هم همراهی کسبی نشان میدادن. خب ما حتی در سالی گذشته چند مثالی داریم، مثلا با اینکه مثلا عبدالله غربتی رو برو شدن. بله دو مرتبه خب یک بچه جوانه موردی مثلا لاتوکوب و چیزا قرار گرفت. ببینید حتی در شبکه‌های اجتماعی انامون دلگیری به هم زیده به وجود آورد، از جمله فقط مثلا مردم یا فیکونه بین ژورنالیست‌ها. بله، خود ژورنالیست‌ها یا اونهایی که به این یا آن نوع خود را تاثیرگذار حساب می‌کردن و در شکل بسیار دغل و حتی فاحش اظهار نظر می‌کردن. خب ببینید یک مسئله کسبی مردم چی میگفت؟ البته این یک مسئله. دوم مسئله بسیار بی‌ادبی خود ژورنالیستان در طریق شبکه‌های اجتماعی. خب ما زیاد دیدیم که چقدر مثلا همدیگر به قول شرمنده کرده شدن و خودشون شرمنده شدن و در مجموع کسبی ما رو شرمنده کردن. این مسئله که نمیتواند به همراهی کسبی ما دخل نکند. خب و برای من فکر میکنم که همراهی کسبی من دائم میگویم به همکسبم که مثلا اگر من کمترین احساس داشته باشم که این یا همکسبی ما محض با سبب‌های کسبی یا عامل‌هایی که با کسبی او وابستگی میگیرد، اگر موردی نمیدونم یکم فشار، لاتوکو، تهدید قرار گرفته است، من آمادم تا آخر با او باشم، مثلا از او جانبداری کنم. اما مثلا سوء استفاده از همین طلبات کسبی و مسئولیت‌های کسبی و به خاطر مثلا چیز دیگر استفاده کردن اونها بعد کراول ما رو حمایت کنین، من با اونها نیستم. خب یعنی پرینسیپ برای من فکر میکنم که برای همراهی کسبی تا کجا مثلا پرینسیپ های یگانه یا معیارهای یگانه، استانداردهای یگانه را فرا گرفتن ژورنالیستان بسیار مهم است. متاسفانه ما آنها را نمیبینیم. ما نمیبینیم که مثلا واقعا هم ژورنالیستان ما از روی یک معیار کار میکنن، معیارهایی در دنیا الک اعتراف شده. میبینیم قسما مثلا با تبلیغ وابستن مشغولن، قسم دیگر مثلا نمیدونم خواسته های کیم کدام گروه ها را عملی میکنن و همینطور معلوم کردن مثلا همون معیارها که باعث به همراهی کسبی شود متاسفانه در ما خیلی کمتر است. ژورنالیستیکای توجیه رو چین چیزی راست؟ سوالی بین دشوار است. تا کجا مثلا ما میتوانیم که از خود کسب خودمون انتظار داشتیم؟ در تمام دنیای امروز به همین نظرم که ژورنالیستیک شاید خوب اول میگفتن که شاید ژورنالیستیک برهم میخورد یا میمیرد، بعد گفتن که شاید نه، ژورنالیستیک نمیمیرد اما ژورنالیستیک اطلاعاتی میمیرد، چون جای خود را مثلا با شبکه‌های اجتماعی به اینترنت داده است و ژورنالیستیک تحلیلی تحقیقاتی بیشتر باقی میماند. برای همین اما ژورنالیستیک تحقیقاتی و تحلیلی به چی نیاز دارد؟ به یک فضا، به ذخیره‌های موجوده و همچنین میلان‌های نوی که در ژورنالیستیک یا ترندهای نوی که پیدا شدن، اونها رو تا کجا استفاده کردن ممکن است. مثلا دیتا ژورنالیستیک، خب فکت چک و چیزهای دیگر، اونها رو تا کجا استفاده کردن ممکن است. و واقعیت ما هم به همین چیز، مثلا من بسیار کم میبینم سامانه‌ها امروز تقریبا همه نشریه‌ها، تمام رسانه‌ها سامانه‌های خود را دارند، ولی تا کجا آنها با معیارهای یک سامانه موافقند
مثلا در اونها تا کجا میدان‌های نوی ژورنالیستی رو جا کردن ممکن است، گرافیک هم مونده ممکن، ویدیو مونده ممکن، یا المنت‌های چند رسانه‌ای را جا کردن ممکن است. ما نمی‌بینیم، یعنی که می‌بینیم گویا که همه از روی همون معیار باباگی که خواجه باغداری دارم عمل کرده ایستادن، یعنی گویا که یک وی دارن سامانه دارن و تمام. اما سامانه به سامانه مانند و به معیارها موافق همگی چند تا است. یعنی تا کجا ما به آینده به مسئله یا اون طلباتی زمان نو تا کجا خود رو نزدیک میکنیم، این از همین چیز وابسته است. و پس از این وقتی که ما همین مسئله رو نداشته باشیم، که گفتم ممکن است که ژورنالیست که ما رو چی انتظار هست و عموما انتظار شدن ممکن یا نه. اگر رجب تشکری زیاد که با پادکستی ما اومدید، صحبت بین صحبتی خوب بود و در فرجام باشد با شما برای کارو خونم. تشکر زیاد برای فراهم آوردن یک منبر. من منبر فقط برای خودم نه، برای عموما همین لایحه شما رو در نظر دارم که من زیاد توجه میکنم و میبینم که یک خب خواهش های هست، خواهش های دیگر کردنی محیط است، محیط ژورنالیستی است. این علاقه خودش قدمی امیدوار کننده است. دوستان عزیز، پادکستی مذکور در دایره لایحه IWPR تهیه شده است. هدف لایحه بالا برداشتن ظرفیت نسل نو تحلیلگران و روزنامه‌نگاران است که تحلیل با صفت و دسترس را به نهادهای دولتی و جامعه آسیای مرکزی پیشنهاد میکنند. محتوای پادکست نظر و دیدگاه تنها با مؤلفان مربوط بوده میتواند با موقع رسمی IWPR مخالفت داشته باشد. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید.